هموطنان ارجمند، حاضرین گرامی، هدف ملاقات ما با شما وکیلان مردمی، رهبران و فعالان و نمایندگان ساکنان شهر دوشنبه، همچنین اعضای حکومت مملکت، رهبران ساختار و مقامات نزد پرزیدنت و حکومت، تشکیلات و مؤسسات جمهوری، بانک‌های دولتی و تجارتی و صاحبکاران و تاجران، بررسی وضع اقتصادی و اجتماعی، مشکلات موجوده پایتخت و دریافت راه‌های حل آنها می‌باشد. هرچند که حکومت مملکت در زمان استقلالیت دایر به مسئله آباد و زیبا گردانیدن شهر دوشنبه همچون پایتخت وطن محبوبمان همه تدبیرهای ضروری را عملی گردانید، ولی مرحله نوی رشد اقتصادی و اجتماعی جمهوری تاجیکستان تقاضا می‌نماید که بر رفع مشکلات و حل مسائل مرکزی کشور منبع نیز اعتبار اولین درجه داده شد. زیرا شهر دوشنبه همچون مرکز مأموری مملکت و آینه ملت صاحب تمدن تاجیک باید به معیارهای جهانی مطابق گردانیده شد. ما از به همین خاطر در دوام 25 سال استقلالیت دولتی حکومت مملکت به حل مسائل وابسته به رشد شهر دوشنبه اعتبار دائمی داده ایستاده است. در نتیجه پایتخت کشورمان با دستگیری و همکاری‌های دولت و حکومت و البته با شرافت زحمت سازنده و تشبس‌های وطن دوستانه ساکنان آن خیلی آباد و پیشرفته گردانیده شد. در برابر این باید گفت که هنوز از آغاز سالهای 90 عصر گذشته شهر دوشنبه مرکز ناآرامی و بی‌ثباتی و مکان عملی گردانی مقصدهای غرضناک دشمنان داخلی و خارجی گردید. در آن سالها شهر حتی رسالت خود را همچون پایتخت مملکت گم کرده بود، زیرا ساختارهای اداره‌کنی دولت پوره فلج گردیده تمایل مرکز گریزی اوج گرفت. فکر میکنم که ساکنان شهر دوشنبه آن روزهای وزنین و فاجعه بار، یعنی ایامی را که مردم از ترس جان خود و اهل عائله‌شان حتی به کوچه شهر خویش و به جای کارشان برآمده نمی‌توانستند، هرگز فراموش نمی‌کنند. وضعیت چنان مرکب و بحرانی شده بود که حتی امکانی در پایتخت گذراندن اجلاس‌های شورای عالی جمهوری تاجیکستان وجود نداشت و ما مجبور شدیم که اجلاسه 16 تاریخی شورای عالی را در شهر خوجند برگزار نماییم. در کمتر همان روزوارم به شما اشاره میکنم برای معلوماتتان. بسیاری ها فراموش کردند، بسیاری ها جوان هستند. وقتی که 16 حکومت را تأسیس داد، من اعضای حکومت را به منطقه ها روان کردم برای مردم را آرام کردن و سرجم کردن. بسیاری اعضای حکومت به دوشنبه نمیخواستند آمدن و پیشنهاد کردند که پایتخت را موقتا به شهر خوجند گذرانیم. من راضی نشدم. کسی کفالت داده نمیتواند. امنیت کسی را، نه اعضای حکومت، حتی شهروندان را کسی داده نمیتواند. من یک قسم اعضای حکومت را به شهر کلاب با واسطه هواپیما از شهر خوجند فرستادم که در آنجا رفته به منطقه وادی وخش رفته مردم را شایبی کنند، نان، آب جابجا کنند، برگردانند. وقتی که من به شهر دوشنبه آمدم، شهر دوشنبه پوره در دست مخالفین قرار داد. طرز وارد شدیم که حتی شهروندان پایتخت خبر نشدند. پرچم تاجیکستان را نو در جلسه 16 قبول کرده بودیم. در بالای هر یک ماشین های زیر پوش و دیگر یک پرچم بود و مردم هم بسیار حالی پرچم تاجیکستان را نمیشناختند. وقتی که من در شهر آمدم، اعضای حکومت را دعوت کردم که اکنون به شهر بیایید و پایتخت. باور نمی‌کردند. اعضای حکومتی که در 16 در شهر خوجند انتخاب کرده. بین یکدیگر وای میکنند، میگویند که این رهبر دولت به فکرم 100% در دست مخالفین است. ما را هم برده میسپارند.
یعنی در همون زمان ترس ناباوری بنیاد به سطح درجه بلند بود. همه پوشیدن لباسهای کمفولیاژ، یراق اسلحه گرفتند، با طیاره سوار شدند و دوشنبه آمدند. در قریب دوشنبه فرآمدند با مجبور کردند که به شهر خوجند میرویم. از خوجند با یک بار دیگر پرسان میشویم. بعد اگر انیق باشد به دوشنبه میخوریم. بعدی 4-5 ساعت باز زنگ میزنند. در کجا؟ میبخشید رئیس، ما در شهر خوجند. برای چی؟ ما آمدیم همین دوشنبه در ترسیدیم. ما همین بچه ها همه میگن که رئیس در دست مخالفین گروگاه گرفته است، همه اعضای حکومت جمع کرده میسپارد. وای کردم، سرزنش کردم. نباشد در طیاره بینیتون جای وای نه، ممکن که اینا یک اثر پا ویسان کردن ممکن. وقتی که در طیاره سوار میشوی در هوا، کمفولیاژ برای کی در کار؟ یراق برای کی در کار؟ من نمیدونم. حالا که اعضای حکومت چند نفر وان روزها در کوچه‌های خیابان‌های شهر دوشنبه یک چند کارمند ملیسا هم نبود، امنیت هم نبود، پارچه بودن، قسم. در کوچه‌ها می‌ایستادن، دفتر دستشان نبود، چند ماشین گذشت، چند فروشنده در بازار شاه منصور بود، چند خریدار وارد شد. انم که هر روز معلومات میدونن رهبری دولت. شهر مثل یک شهری مرده بود. نان تقسیم میکردیم، کارخانه ها خطی تقسیم میکردیم، نمیرسید. آدم ها را در نوبت نام میکشتند. در همین پایتخت ظرف سالهای بعدی ضرورت برقرار نمودن فعالیت همه زینه های فلج شده ساختار و مقامات دولتی پیش آمده. نظام ثمره‌بخش مقامات حاکمیت و اصلاحات کلی اداره دولتی محض در پایتخت کشور برآمده شد. هنوز از همان دوره‌ها رشد اقتصادی و اجتماعی شهر تحت نظارت بی‌واسطه و دائمی رهبر دولت قرار داشته. در این مدت از حساب بودجه دولتی و فاندهای مرکزانیده شده جمهوری برای پیشرفت ساحه‌های مختلف اقتصادیات شهر دوشنبه 18.6 میلیارد سومانی صرف گردید و تنها سال 2016 به این مقصد 2.1 میلیارد سومانی خراجات کرده شد. علاوه بر این از حساب مبلغ‌های بودجه جمهوری توسط دیرکسیون ساختمانی انشاءات حکومتی دستگاه اجرای پرزیدنت در ظرف سالهای 2006-2016 در حدود شهر دوشنبه کارهای ساختمان و از نوسازی و تعمیر اساسی 32 انشاءات اجتماعی و خدمت رسانی با مبلغ عمومی 1.5 میلیارد سومانی به انجام رسانیده مورد استفاده قرار داده شد. از جمله 18 انشاءات نوبنیاد با مبلغ 1.2 میلیارد سومانی و 14 انشاءات با مبلغ 242 میلیون سومانی تجدید و از نوسازی گردید. علاوه بر این در دوره ذکر شده بانک‌ها و تشکیلات‌های مبلغ‌زاری خرد با کارخانه و مؤسسات صاحبکاران و اهالی شهر با مبلغ 35 میلیارد سومانی قرض دادند که 3.6 میلیارد سومانی آن با سال 2016 راست می‌آید. امروز شماره کارخانه‌های صنعتی شهر به 468 رسیده است که نسبت به سال 1991 273 کارخانه یا 2.5 برابر زیاد می‌باشد. ولی باید گفت که سال 2016 57 کارخانه صنعتی با سبب فرسوده شوی تجهیزات تکنولوژی و کمبودی مالیوی از فعالیت باز مانده باعث کاهش یافتن استحصال محصولات صنعتی و کم شدن جایهای کاری در شهر دوشنبه گردیده است. اینچنین حجم استحصال محصولات در 160 کارخانه پس گردیده. در نتیجه از 78 نمودی محصولات مهم صنعتی استحصال 31 نامگوی 40% نظر به سال 2015 کم 5 نامگوی محصولات عموما استحصال نشده است و در نتیجه حجم صادرات کارخانه‌های صنعتی پایتخت نظر به سال 2015 33% کاهش یافته است.
سال گذشته از حساب همه منبع‌های سرمایه‌گذاری برای بنیاد و برقرارسازی انشاءات مهم شهر 3 میلیارد سومانی روانه گردید که نسبت به سال 2000 305 برابر زیاد می‌باشد. حکومت مملکت اینچنین در دوران صاحب استقلالی با اقتصادیات شهر دوشنبه بیش از 43 میلیارد سومانی سرمایه خارجی را جلب نمود که قریب 70% حجم عمومی سرمایه‌گذاری خارجی کشور را تشکیل می‌دهد. اگر عموما در جمهوری طی 25 سال 63 میلیارد سرمایه خارجی جلب کرده شده باشد، از این 43 میلیاردش به شهر دوشنبه راست. با تشبث و دستگیری حکومت کشور برای با معیارهای جهانی مطابق گردانیدن پایتخت کشور یک سلسله تدبیرهای عملی اندیشیده شد. از جمله با جلب سرمایه خارجی مهمانخانه‌های معاصر مورد استفاده قرار گرفتند. مهمانخانه‌های عمل کننده حساب بودجه دولتی تعمیر و ترمیم گردیدند. اما تاکید می‌سازم که مهمانخانه‌های تعمیر شده هنوزم با معیارهای بین‌المللی جایگزین نبوده. برای قبول مهمانان از داخل و خارج کشور شرایط ضروری ندارد. پایتخت به مهمانخانه نمی‌شود. لیکن در تمام جامعه متمدن مهمانخانه در دست سکتور خصوصی است. نمی‌شود. اگر چقدر حساب دولت خراجات نکنیم مهمانخانه نمی‌شود. مهمانخانه‌های باقی مانده را دیدن در کار حکومت شهر دیده برآمده با طریق مزایده وای کردن در کار که شکلش دیگر نکنه. وقتی سکتور خصوصی وای میکنند تعمیر میکنند تجدید میکنند سطح بین المللی معاصر وای میکنند. در نتیجه تجدید فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه از جمله بنیاد ترمینال نوی مسافرکشانی که ارزش بیش از 400 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد، سطح قبول مهمانان و مسافران بهتر گردیده برای نظارت گمرکی و خدمت‌رسانی زمانوی با مسافران امکانات مساعد فراهم آورده شد. در برابر این در شهر با جلب سرمایه صاحبکاران وطنی و خارجی ده‌ها انشاءات و بناهای فرهنگی و ورزشی بنیاد گردیدند. عین زمان با جلب سرمایه مستقیم خارجی لایحه دیار دوشنبه عملی شده ایستاده است که حجم عمومی سرمایه‌گذاری آن قریب 2.5 میلیارد سومانی میباشد. توسط لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری در شهر دوشنبه قریب 7.5 میلیارد سومانی جلب گردیده است. تا امروز 20 لایحه با مبلغ بیش از 3.2 میلیارد سومانی انجام یافته. تطبیق 7 لایحه با مبلغ زیاده از 4 میلیارد سومانی ادامه دارد. در سمت بهتر گردانیدن تأمینات اهالی شهر دوشنبه با آب تازه نوشاکی 4 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری در حجم عمومی بیش از 600 میلیون سومانی عملی شده ایستاده است که تا امروز 3 لایحه با مبلغ 360 میلیون سومانی به انجام رسیده. تطبیق مرحله دوم لایحه آب تأمین‌کنی شهر دوشنبه با مبلغ 240 میلیون سومانی ادامه دارد و مهلتی به استفاده سپاریدن آن ماه سپتامبر سال 2018 مقرر شده است. همزمان با این ضرور است که دایر به مسئله استفاده صرفه‌کارانه آب آشامیدنی که حالا مصرف آن در شهر دوشنبه از معیار خیلی زیاد است، نظارت و کارهای فرماندهی تقویت بخشیده شد. در سمت‌های ساختمان و تجدید اینفراستراکچور انرژتیکی، نقلیاتی، خواجگی منزلی و کمونالی و شبکه‌های آب و کارز نیز مبلغ‌های زیاد صرف شدند، ولی در مسئله کم کردن تلفات نیروی برق، بهتر نمودن خدمت‌رسانی نقلیاتی و منزلی و کمونالی در شهر هنوز کمبودی و مشکلات زیاد موجودند. استفاده بری سالانه نیروی برق در این دوره از 2.3 تا به 3 میلیارد کیلووات ساعت افزایش یافته است. با قرارهای حکومت مملکت طی سالهای آخر در شهر از حساب مبلغ‌های بودجه دولتی و شریکان رشد یک قطار لایحه‌های رشد ساحه انرژتیک در حجم 6.4 میلیارد سومانی از جمله تنها حساب بودجه دولتی 2.2 میلیارد سومانی عملی کرده شدند که
با بهتر تامین نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات شهر با نیروی برق، تأسیس اقدارهای نو، تجدید شبکه‌های انتقال برق، کم کردن تلفات و بهترسازی نظام برقرار رسانی روانه گردیدند. با وجود به کار انداختن اقدارهای نو انرژتیکی و گرمی، جریان کارهای پیوست کردن خانه‌های اقامتی و انشاءات و کارخانه‌ها با شبکه‌های گردی نهایت تشویش آور است و این کار باید زیر نظارت قطعی قرار داده شود. طوری که قبلا تاکید کرده بودم، از حساب استفاده گرمی مرکز برق و گردی دوشنبه دو امکان صرفه قریب 200 مگاوات نیروی برق پیدا می‌گردد که این تأمینات اهالی کشور را با نیروی برق باز هم بهتر می‌نماید. وابسته به این مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه، رهبران کارخانه و اداره‌ها و اهالی پایتخت وظیفه‌دار شده بودند که کارهای تعمیر و برقرارسازی شبکه‌های آبی گرم و پیوستن خانه‌های اقامتی را هرچه زودتر و با صفت بلند انجام داده با مسئله استفاده ثمرناک و صرفه‌کارانه گرمی استحصال شونده و نیروی برق اعتبار اولین درجه دیدند. دایر به این مسئله 27 ایول سال 2016 قرار حکومت جمهوری تاجیکستان نیز قبول شده بود. ولی محض با سبب از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه اجرا نگردیدن قرار ذکر شده حکومت، ما نتوانستیم که از اول فصل سرما به صرفه نیروی برق موفق شویم و زیادتی آن را به دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت انتقال دهیم. خاطر از آن می‌نمایم که ارزش قوه برق در تاجیکستان نظر به اکثر کشورهای عالم پسترین میباشد. ولی با مرور زمان برای عملی گردانی لایحه‌های تجدید نیروگاه‌های برقی آبی عمل کننده و نظام انرژتیکی کشور خراجات زیاد لازم می‌شود و از این لحاظ ارزش قوه برق با معیار معین بلند می‌گردد. دوستان عزیز، من در پیام خود بیان کرده بودم، جای پنهانیش نیست. نیروگاه‌هایی که فعالیت کردند پای 70 80 سال 60 سال دو مراتبه میگن که اقتدار لایحه‌ای خود را اثر گذراندند. اگر تعمیر و تجدید نشود عموما از کار میماند. نورک، بایغازی، سربند، قیراقون. برای این حکومت چیکار کردیم ما منمی 400 مگاوات من لایحه کردم برای پایتخت که ما گرمی را به مردم پایتخت تامین میکنیم و برقش با اهالی کل مردم تاجیکستان حساب صرفه نیروی برقی که حساب گرمی در پایتخت پیدا میشه 200 مگاوات دیگر 400 600 مگاوات میشه. ما میتوانیم سال گذشته از ماه نوامبر از 14 ینور از ماه نوامبر اگر همه خانه‌ها 1200-300 объект پیوست میشد ما 24 ساعت مردم را برق میدادیم. انا هدف همین بود. و در برف یکمی که خنکی که در پایتخت شد 3.5 میلیون کیلووات ساعت در یک شبانه روزی همون روزها نسبت به سال گذشته زیاد استعمال کردند. برابر گرمی گرفتند. یعنی گرمی در وای هست خانه پیوست نیست. معلوماتی بر دروغ پیشنهاد کردند. دروغ. تروبا را بردن در کوچه پرت افتند، بعضیش پیش خانه هم بردن. رنگ کرده مانده نشان دادن که ما خانه را پیوست کردیم. از روی استعمال کردن درسته مایکو. اگر به شرط خانه پیوست باشد، برق را مردم باید نمیکنند چون که برق قیمت است. در یک ماه خانه‌هایی که حاضر پیوست هستند با گرمی 150 140 سومانی مبلغ می‌سپارد. لیکن اگر پیوست نباشد 500 600 سومانی فقط پول برق می‌کنند. حساب کنید چقدر وای میشه. و ما علاقه تجدید نیروی برقی آبی سربند 136 میلیون دلار در مدت 3 سال پورا به اتمام میرسد. سال گذشته شروع کردیم. امسال تجدید نیروی برقی آبی نورک با مبلغ 350 میلیون دلار شروع می شود. عموما برای نورک 700 میلیون دلار در کار که تمام اگریگات ها تمام تجهیزات از نو کرده شد. و قیراقم را 600 میلیون سومانی امسال شروع میکنیم.
баробари бунёди нерӯгоҳҳои нави ихтиёрҳои нави барқие ки роғуну дигар бунёд карда истодем. иншоалло агрегати аввали роғун моҳи декабри соли 2018 ба истифода дода мешавад ва агрегати дуюмаш моҳи апрели соли 2019. ман роғун ояндаи дурахшони тоҷикистон аст. бисёр муҳим аст барои рушду пешрафту тараққиёту ҳаллу фасли проблемаҳои иҷтимоии мамлакат бениҳоят муҳим аст. бинобар ин пайвастшавии аҳолӣ ба шабакаи гарбдиҳӣ аз ҷиҳати молиявӣ чандин баробар манфиатдор буда имкон медиҳад ки аз бюҷети оилавӣ маблағҳои зиёд сарфа карда шавад. ман ин масъаларо рӯзи ифтитоҳи маркази барқу гарбии душанбеи ду махсус таъкид карда будам. имрӯзҳо масъалаи талафоти нерӯи барқ пардохти маблағи барқи истифодашуда аз ҷониби аҳоливу корхонаҳо ва таъминоти устувори он низ ташвишовар аст. ҳарчанд ки мо барои насби ҳисобкунакҳо лоиҳаҳои сармоягузорӣ ба маблағи зиёд амалӣ намудем, вале натиҷаву самараи он қонеъкунанда нест. фақат барои ҳисобкунакҳои шаҳри душанбе 7 миллион доллар хароҷот кардем. лекин бачаҳои мо бисёр ихтироқоранд дар ин масъала. ёфтан ишо бошад. ин технологияи ҳозира замона ёфтан. роҳҳои вай кардана ёфтан. ягон гап нест. махсусан пардохти ҳаққи нерӯи барқи истифодашуда ҳоло ҳам ташвишовар буда аз сокинони пойтахт тақозо мегардад ки ҷиҳати гирифтани пешироӣ истифодаи ғайриқонунии он бо ширкати барқи тоҷик ҳамкорӣ намояд. ҳамдиёрони азиз, вазъи роҳҳо дар шаҳри душанбе таҳти назорати ҷиддии ҳукумати мамлакат қарор дорад. зеро яке аз масъалаҳое ки дар шаҳр беҳбудӣ мехоҳад ва боиси ташвиши сокинони пойтахт мебошад ба талаботи муосир ҷавобгӯ набудани роҳҳои шаҳр аст. бо ин мақсад ҳукумат чанд сол пеш аз навсозии роҳи душанбе ваҳдатро ба анҷом расонида дар доираи лоиҳаи беҳтар намудани ҳолати роҳи минтақавии душанбе турсунзода дар ҳудуди шаҳри душанбе барқарорсозии қитъаи роҳро аз чораҳои хиёбони абуалӣ сино то дарвозаи ғарбии шаҳри душанбе тибқи меъёрҳои замонавӣ оғоз намуд ва имсол корҳои таҷдиди қитъаи роҳро аз бозори корвон то шоҳроҳи душанбе қурғонтепа шурӯъ менамояд. умуман дар доираи сохтмон ва таҷдиди шоҳраҳои душанбе чанок, душанбе кӯлоб қоруб кулма, душанбе турсунзода, душанбе қурғонтепа панҷи поён ва роҳҳои душанбе айни ҳисор, душанбе рӯдаки лоур беш аз 42 километр роҳҳои шаҳри душанбе ба маблағи 270 миллион сомонӣ аз навсозӣ карда шуд. бо вуҷуди дар даврони истиқлолият таҷдиди аз навсозӣ гардидани 185 километр хиёбону роҳҳо ва 123 километр роҳҳои пиёдагард, боз 550 километр кӯчаву роҳҳо ва 230 километр роҳҳои пиёдагард ба таъмиру аз навсозии ҷиддӣ эҳтиёҷ доранд ва на ҳамаи роҳҳои шаҳри душанбе ба талаботи шаҳри муосир ва пойтахти мамлакат ҷавобгӯянд. яке аз омилҳои суст баромонда шудани аз навсозии инфрасохтори коммуникатсионии шаҳри душанбе бесабаб тӯл кашидани ҷараёни сохтмону таҷдиди роҳҳо сатҳи пасти касбияти ширкатҳои ғолиби озмунҳо буда, илова бар ин сифати корҳои анҷомдодашуда ба талаботи замона мутобиқ нест. роҳро месозем, баъди 6 моҳ нигоҳ кардем ки бо экскаватора мондан роҳро кандай созем. чи аст? коммуникатсия мебарем. пойтахт бояд нақшаи генералии худша дошта бошад. вақте ки мо бунёд кардем барои 40-50 сол ақаллан 100 сол вай карда дур андеша карда бунёд кунем ки дигар ягон проблема вай набошад. мешавад дар 10-15 сол ба тартиби сатҳи баланд оварда расонида мешавад. ҳар сол бисёр байни 5 километр 10 километр роҳҳои асосии пойтахтро ба сатҳи стандартҳои ҷаҳонӣ вай кардан мумкин. лекин бисёри лоиҳаҳое ки ман мебинам дунёро мегардам, мебинам ва дар шаҳр чӣ шуда истодааст. бесифат ҳастанд. масъалаи сохтмонӣ бесифат аст. ба ягон стандарти байналмилалӣ ҷавобгӯ нест.
در شهر 3 کارخانه کمونالی واحدی دولتی اتوبوس و 1 کارخانه کمونالی واحدی دولتی ترالیبوس فعالیت میکند، لیکن با سبب نامکملی اداره این کارخانه فرسوده و کهنه بودن نقلات مسافرکشانی با طلبات سانیتاری و اپیدمیولوژی جوگو نبودن و تشکیل نادرست نظام مسافربری طریق خطسیرها ساکن شهر با مشکلی ها دچار می‌گردند. از 477 اتوبوس و میکرواتوبوس های این کارگاه بیش از 200 عددی آنها کارناشایان بوده، باقی مانده در حالت نه چندان خوبی تکنیکی و سانیتاری قرار دارد. از 166 ترالیبوس های موجوده در 7 خط سیر همگی 87 عددی آنها با مسافران خدمت میرسانند. 79 عدد ترالیبوس ها کارناشایان میباشد. چیکار کردن پارک ترالیبوس ها؟ پارک ترالیبوس هم خانه ساری را سر کردن، فروختن. به یگان قرار و به یگان قانون به یگان وای فروختن. زمین فروختن. پارک ترالیبوس، روبری پارک ترالیبوس برای جای بی خودش کار کرد. کسی حیفی تو نگفته است. حالا که وای خانه پارک ترالیبوس وای منطقه بنیاد خانه استقامتی نیست. زمین بنیاد خانه استقامتی نیست. وای قرار حکومت در کار. بنابراین ضرور است که راه و اصولهای استفاده نقلات زمانوی با تکنولوژی معاصر جستجو کرده شوند تا که خدمت رسانی به مسافران سریع وقت و با صفت و با خرج کمی مبلغ‌های دتاسانی برآمده شوند. اتوبوس‌ها را برده از صنعتگاه‌های آخران را میمانند 20 لیتر سالارکا وای میکنن کار خودت میگن نمیبروی. بگه میدارد 60 لیتر امضا میکند. در یک روز حساب کردن راهبری کارخانه 500,000 سوم کار میکنه. این یک. دویمش حسابی تاکسی هایی که میگردن که مشروطگاه برای که اتوبوس ها نگردن اونا مسئولیت میکنن اتوبوس رو سر نمیدن. در این مشروط ها من همون تاکسی ها حساب اینم با حصه خودش میگن. در یگان پایتخت حاضر زمان دولت های پیشرفته چنین نظام نقلات وجود ندارد. از جهاز امنیتی حتی در اروپا گرچنده که بیشتر تکیه به شرکت های خصوصی میکنند حتما نقلات جمعیتی هست. با سبب از شهر دوشنبه گذشتن 160-170 هزار نقلات بارکشان و مسافربر همه روزه حالت های تنبشوی و صدموی به عمل آمده. چنین وضع با افلاس شوی محیط زیست و هوای شهر باعث گردیده است. در برابر این زیاد شدن واسطه‌های نقلات کم گنجایش میکرو اتوبوس ها همچون واسطه خدمت رسانی مسافربری جمعیتی و کم گردیدن استفاده نقلات گنجایشش زیاد ترالیبوس و اتوبوس ها سبب پس‌شوی سطح و صفت خدمت رسانی به ساکنان و میهمانان پایتخت گردیده است. چی گویم؟ اکثریت همون صاحبان ملک میکرو اتوبوس ها کی لبی روایت کردن؟ معاونان رئیس دیگر شخصانی منصب دارا همه پسانوی فیرما خودشان. اکثر حالتهای بینظامی و رو دادن صدمه‌های نقلاتی از بی اهمیتی و کم تجربگی رانندگان واسطه‌های نقلات بی‌طرفی اهل جامعه و پس بودن معرفت شهرنشینی به وقوع می‌پیوندد. یکی از مسائل مهم شهرداری نظارت پرتاها به شمار رفته حالت امروزه پایتخت در این سمت نهایت تشویش‌آور می‌باشد. موافق تحلیل‌ها از حجم عمومی پرتاهای استعمالی کشور 15% و از پرتاهای صنعتی 20% و شهر دوشنبه راست می‌آید که چنین حجم ضرورت گذرانیدن چاره‌بینی‌های اولین درجه و فوری را طلب می‌نماید. طبق حسابات آماری در پایتخت مقدار سرچشمه‌ها و حجم پرتاهای به اتمسفر پرتافته شده نیز سال تا سال افزوده ایستاده است. بنابراین مسئله سریع وقت برآوردن و با تکنولوژی‌های معاصری با استاندارد اکولوژی موافق به ضرر گردانیدن پرتاها
از جمله مسائل حل طلب میباشد. در این روند برآوردن معرفت اکولوژی ساکنان پایتخت همچون نشانه مدنیت شهرنشینی از جمله راه‌های مؤثر حل مسائل ذکر شده به شمار می‌رود. حاضرین گرامی، سمت دیگری که در شهر به نوسازی و اصلاحات جدی نیاز دارد ساحه معارف میباشد. حکومت به رشد علم معارف و به طلبات معاصر مطابق گردانیدن نظام تعلیم و تربیت توجه اولین درجه می‌دهد. اما از روی تحلیل‌ها معلوم می‌شود که در شهر دوشنبه در این جهت کمبودهای حل طلب نهایت زیاد میباشد. با وجود آنکه در زمان استقلالیت در شهر دوشنبه 29 بینای تعلیمی و بیناهای علاوگی برای 24,000 جای نشست ساخته به استفاده داده شدند، حالا هم در شهر مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی نمی‌رسند و علاوه بر این سطح و صفت دانش خوانندگان و آداب و اخلاق آنها کاسته گردیده است. وضع فراگیری خوانندگان با مکتب ها نگران کننده بوده. با سبب زیاد بودن شماره خوانندگان در مؤسسه‌های تعلیمی صفخانه ها نمی‌رسند و با استفاده از این حالت بعضی طلبگان به بیهوده‌گردی مشغول میشوند. با زمین زیاده از 4,500 نفر خوانندگان شهر نایای اطراف و دیگر مناطق کشور در مؤسسه‌های تعلیمی شهر دوشنبه تحصیل می‌کنند و طبیعی است که چنین وضع باعث پست شدن صفت تعلیم و تربیت در بیشتر مکتب‌های پایتخت گردیده است. با سبب زیاد بودن خوانندگان در مؤسسه‌های تحصیلات عمومی شهر دوشنبه و تشکیل درس‌ها در 2 و در بعضی مکتب‌ها حتی در 3 بست، نظارت اداره‌کنی در این مؤسسه‌ها خیلی ضعیف گردیده سبب کاهش یافتن صفت تعلیم و تربیت شده است. من معلومات را گرفتم آموختم در بعضی مکتب‌ها برای 640 جای 2,500 نفر خوانده است. چگونه صفت تعلیم و تربیت میشه؟ همزمان با این سطح کارهای تربیوی و معرفتی کاهش یافته، عامل‌های ذکر شده سببگار زیاد شدن حالت‌های کروپسیونی در نظام تحصیلات میانه عمومی و تا مکتبی شهر دوشنبه گردیدند. آموزگاران محترم، رهبران مؤسسه‌های تعلیمی شاید در اینجا حضور داشته باشند. من آموزگاران را بسیار اعتقاد کلان دارم. شاید عزت و احترام میکنم. حاضر من بالاتر اشاره کردم که قریب زیاده از 4,500 از گرد اطراف نایاب بچه‌ها در شهر آمدند. بسیاری پدر و مادرها کوشش میکنند که فرزندانشان به هر راه بیارند در مکتب‌های شهر تحصیل کنند، سواد گیرند. لیکن هست قانون، هست نظامنامه ساحه معارف، وزارت معارف، ریاست معارف شهر. رهبری مؤثر نمیتواند از وی نرم مقرر شده وی خواننده را با مخصوصا از دیگر شهر نایب بیرون از شهر قبول کند. اینجا چی است؟ بگذار همه نباشد، یکی هست از سری هر خواننده $1,000. من سفارش دادم 7 مکتب در کار، 7 مکتب داخلی شهر دوشنبه بچه‌های گرد اطراف آمده وای کردن. 7 مکتبی 640 جا. در شهر مرکزهای بیرون از مکتبی محفل‌های اختراع‌کاری و دیگر مشغولیت‌هایی که بعدی درس خوانندگان را جلب نمایند کم بوده، این مسئله بهبودی می‌خواهد. در مکتب‌ها فعالیت محفل‌های ایجادی علمی و طلبات جایگزین نبوده، آموزگاران با کارهای علاوه‌ای کم مشغول می‌شوند. برای حل این مسئله وزارت معارف و علم را ضرور است که یک جا با مقامات جای حاکمیت دولتی شهر دوشنبه نظارت را دایر به بهتر کردن سطح و صفت تعلیم و تربیت براه مانند و در مدت 3 سال در شهر دوشنبه 25 مکتب نوی تحصیلات عمومی بنیاد نمایند. از جمله امسال از حساب همه سرچشمه‌ها از آن از فاند احتیاطی پرزیدنت ساختمان 9 انشاءات تعلیمی را آغاز کرده آنها را با تجهیزات معاصر تامین سازد.
علاوه بر این برای کاهش دادن شمار بیهوده‌گردان و جلب خوانندگان به زمینه سیوم تحصیلات تدبیرهای ثمراناک اندیشید. از این لحاظ به وزارت‌های کارهای داخلی، معارف و علم، همچنین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه سپارش داده می شود که واردشوی خوانندگان مکتب‌های تحصیلات عمومی و عموماً نورسانی تا سن 14 ساله را بعد از ساعت 6 بیگاهی به اینترنت کافه ها پورا منع نماید. دوستان عزیز، پدر و مادران، حاضرین گرامی، هر شب 100-200 نفر کودکان 10-12 ساله در اینترنت تا ساعت 2 شب نه پدر میپرسن، نه مادر میپرسن، نه دیگر. کارمند ملیسا گرفته بر فریاد کن، بگی برچتا، بگی دخترتا. من فکر میکنم در این جاده ما خودی همون طلبات ها و مکانیزم رضایت فعالیت خودی همین اینترنت کافه ها را در چارچوب قانون به تنظیم در آوردن آماده کن. دوستان عزیز، در امریکا، در اروپا تا سن 21 سالگی رستوران اجازه نمیتیند. در آمدن نمیتواند رستوران با. پاسپورت طلب میکنند. همزمان با این مقامات داخلدار وظیفه‌دار کرده میشوند که در خصوصی با قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند وارد نمودن جوابگری نسبت به پدر و مادرانی که فرزندان خود را بی نظارت میگذارند چاره‌جویی نماید. حکومت مملکت در دوره استقلالیت دولتی با مسئله رشد ساحه تندرستی در شهر دوشنبه و بهتر نمودن خدمت رسانی تیوی به اهالی توجه خاص می‌دهد. اگر سال 1991 در شهر همگی 30 بیمارخانه برای 600,000 اهالی خدمت رسانیده باشد، سال 2016 49 بیمارخانه و دیگر مؤسسه‌های طبی با 820,000 نفر اهالی خدمت رسانیدند. در برابر این در شهر 58 مؤسسه جمهوری ساحه طب فعالیت کرده. 202 مؤسسه با فعالیت خصوصی طبی مشغولند که به شهروندان پایتخت خدمت می‌رسانند. همچنین 506 داروخانه و 9 کارخانه داروسازی در خدمت اهالی شهر قرار دارد. مخصوصاً ساخته و به استفاده دادن مجمع تندرستی استقلال که با تجهیزات معاصر تشخیص و طبابت مجهز و دارای درمانگاه برای قبول 800 در یک بس و بیمارخانه برای 650 جای خواب می باشد، یکی از دستاوردهای دوران صاحب استقلالی در سمت حفظ سلامتی ساکنان شهر دوشنبه می باشد. ولی متاسفانه فعالیت مجموعه مذکور و دیگر مؤسسه‌های تندرستی پایتخت به طور ضروری و طبق طلبات برآمده نشده است. حالا هم یک قطار مشکلات و نارسایی‌ها از جمله مسئله در سطح ضروری تطبیق نگردیدن خدمت رسانی طبی پولکی، وضع سانیتاری و اپیدمیولوژی، پس بودن سویه دانش و ملکه متخصصان ساحه، در سطح ضروری رعایت نگردیدن آداب معاشرت طبیبان و همشیره‌های شفقت، موافقت نکردن نرخنامه‌های تشخیص و طبابت با مقررات جاری موجودند که اصلاحی سری وقتی می‌خواهند. ما اجازت دادیم، خودتان هم بسیاری ممکن کارتون میافتد میرویتون. سکتور خصوصی هم خیلی بعضا آدمان کار افتاده اونا که محتاج میشوند برای تشخیص با خارج مبلغ‌های کلان قرض میکنن، خانه‌شون رو میفروشن، 10,000 میرفتن. حاضر همین شماره آهسته آهسته کم شده ایستاده است. با وارد کردن تجهیزات تکنولوژی معاصری زمانوی ساحه طب، لیکن ما پرابلم داریم. پرابلم چیه؟ کادرها نمیرسن، متخصصان نمیرسن. تکنولوژی وارد کردیم تمام قلمروی مملکت در یک شهر دوشنبه. یکی در این جاده ما باید دقتی به نهایت درست اهمیت اولین درجه دهیم درباره تیار کردن کادرها. من سپارش دادم یک لابراتوری کرده ایستاده، مثال شاید به استفاده تین در
حدود قریه بالا وقتی که ما لابراتوری وای کردیم البته وای میشد کدی روانی به نام به نسب میرود خونش میسپارد کادرش وای میکنه پولش سپارید که 10 12 40 50 نمودی تشخیص بهترین عالی‌ترین درجه لابراتوری تکنولوژی متخصصان بهترین تشخیص میکنن نمیدونن خونی کی است نمیدونن کی است نمیتونن بازی کنن ولی نمیدونن لابراتوری وای میکنن تشخیص کردن مون آمد گرفت رفت یعنی پیش از طبابت تشخیص کردن مونده کو در بسیار حالتها طبیبا هم خطاگی میکنن به تشخیص درست طبابت مریض طبابتی درست کردن نمیشه لابراتوری که سنجشی در قلمرو جمهوری است این نظارت میکنه حقوق نظارت کردن میکند که تکنولوژیشان موافقت کند متخصصاشان چون که مردم را چی میگیم مردم را سرسان سرگردان نکنیم بیهوده حکومت مملکت بر رشد ساحه فرهنگ دقت اولین درجه داده در اکثر شهر و ناحیه‌های مملکت از جمله در شهر دوشنبه بنیاد یک قطار مرکز و قصرهای فرهنگی و کتابخانه‌ها اینچنین تعمیر و از نوسازی تئاترهای شهر را پوره به انجام رساند. در این دوره از حساب بودجه دولتی به مبلغ 130 میلیون سومانی 36 انشاءات فرهنگی از جمله باغ استاد رودکی، باغ‌های پرچم و نشانی دولتی، میدان دوستی با مجسمه اسماعیل سامانی، آمفی‌تئاتر، باغ عمومی شهری فراغت استراحت، نوروزگاه پایتخت و دیگر مؤسسه‌های فرهنگی بنیاد گردیدند که آنها در بالا رفتن مدنیت شهرداری و رشد معرفت فرهنگی ساکنان پایتخت تأثیر مثبت رسانیده ایستادند. در برابر این حکومت مملکت در شهر دوشنبه کتابخانه ملی برای 10 میلیون نسخه کتاب بزرگترین در منطقه آثارخانه ملی کاخ نوروز را بنیاد نموده ساختمان تئاتر ملی را با سرعت ادامه داده ایستاده است. گرچه دایر به احیای عنعنه‌های ملی و بلند برداشتن سطح فرهنگی ساکنان شهر تا امروز کارهای نظررس به انجام رسانده شدند ولی حالا نیز در این سمت کمبودی‌ها به نظر می‌رسند. فرهنگ شهرداری ما بهبودی را طلب کرده مدنیت شهرنشینی در بسیار از محله‌های شهر خانه‌های بلند آشیانه رعایت نمی‌شود و معامله و معاشرت ساکنان شهر نه همیشه مطابق سنت‌های مردمی کهن بنیاد و باستانی ماست. مرکزهای فرهنگ و فراغت طلبات اهالی شهر را پوره قانع کرده نمی‌توانند. با چاره‌بینی‌های فرهنگی تماشابین کم جلب می‌شود و تأثیر جامعه شهروندی در رشد فرهنگ شهرداری احساس نمی‌گردد. حالا در حدود شهر دوشنبه 73 مسجد از جمله 4 مسجد مرکزی جامع، 16 مسجد جامع و 53 مسجد 5 وقته، یک جماعتخانه، دانشکده اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم و 30 تشکیلات دینی غیر اسلامی فعالیت دارد. علاوه بر این در شهر سال آینده مسجد بزرگ به استفاده داده می شود که مبلغ ساختمان آن قریب 700 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. در شهر دوشنبه با مقصد عملی نمودن قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها در جمهوری تاجیکستان یک شعبه 4 بخش عاید به کارهای دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ملی، 5 کمیسیه دائمی و 1086 کمیسیه جمعیتی فعالیت دارد. ولی از تحلیل‌ها برمی‌آید که در فعالیت شعبه و کمیسیه‌های دائمی شهر دوشنبه و نواحی‌های آن کمبودی‌های زیاد به نظر رسیده تا به امروز اکثر کمیسی‌های جمعیتی تشکیلات مؤسسه درست فعالیت نمی‌کنند و رابطه شعبه و بخش‌های دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ملی شهر دوشنبه و ناحیه‌های آن با رئیسان محلات طبق طلبات برآمده نشده است. چون این حالت سبب رعایت نشدن مقررات قانونگذاری تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ملی در حدود شهر گردیده، موافق معلومات وزارت کارهای داخلی سال 2016 قریب 13,000 حالت قانونشکنی به کار گرفته شده است. غیر از این مقامات سیسودی 127 پرونده جنایتی را بررسی نموده
نسبت به ویران کنندگان طلبات قانون قرارهای داخلدار برآوردند. اینچنین بسیار حالتهای از معیار مقرر شده زیاد جلب نمودن واسطه‌های نقلیات هنگام توی‌های عروسی و با سرعت بلند حرکت کردن آنها به قید گرفته شدند که حرکت منظم دیگر واسطه‌های نقلیات را خللدار ساخته باعث تشویش ساکنان پایتخت گردیدند. مخصوصاً فرزندان شخصان منصبدار و صاحبکاران. این در نقطه گذاشتن در کارآمد شهر، سرداری управление کارهای داخلی شهر و بازرسی این پرابلم را از بین بردن. اکثریت همین شخصان اشخاص منصبدار فرزندان خیش تبارای منصبدار است. صاحبکاران و تاجران هم مبارزه بیامان میبرید. نشان تلویزیون دا فرزندی کی است؟ بگذار دانند مردم. از همه دا و انامین است. نشان ته مردم دانند. ما یک چند رقم میارم مقایسه کنید خودتون. از آغاز فعالیت مرکز خودکار شهر بیخطر قریب 1,200,000 دلیل ویران کردن قاعده‌های حرکت در راه‌های پایتخت آشکار و بقیه گرفته شده است. 1,200,000 شماره قاعده ویران کننده که جریمه اشان رانده شده است 48,000. 73 میلیون در یک شهر خودکک جریمه سپاریدند. تا 100,000 یک خیلی راننده، 100,000، 90,000، 80,000. اینا را تا رسانه آده کیان دیگر دولت ها می میکنند، مردم داند. قاعده حرکتی را 73 میلیون به کارمند دیگری به یگان چی فقط آن چیزی که بقیه گرفته میشه سر کجا میره. همه این قانون ویران کننده باعث نگرانی بوده. پروکراتورای گنرالی، سودی عالی، وزارت‌های کارهای داخلی، معارف و علم، فرهنگ، کمیته‌های عاید به کارهای دین، تنظیمی عنعنه و جشن و مراسم‌ها، جوانان، ورزش و سیاحی، کار با زنان و عائله، تلویزیون و رادیو را ضرور است که جهتی برطرف نمودن این کمبودی و نارسایی‌ها نسبت به ویران کنندگان طلبات قانون طبق مقررات چاره‌جویی نمایند. در شهر دوشنبه اینچنین تشبسکاری از جانب کمیته‌های محله کم به چشم می‌رسد. حالا که تنظیم نظارت زندگی در بناهای بلند آشیانه و محله‌های علاهده به دوش آنها واگذار شده است. آنها وظیفه دارند که جهت بالا بردن فرهنگ شهرداری و رعایت طلبات ساکن پایتخت با اهالی همکاری نمایند و کمبودی‌های جای داشته را با مقامات محلی برطرف سازند. با مقصد دستگیری این بخش مهمی اداره کنی جامعه سال گذشته جهت تأسیس کمیسی‌های با صلاحیت برای هر یک کوچه و محله از حساب اعضای حکومت، وزارت و اداره‌ها، تشکیلات و مؤسسه‌ها، وکیلان مجلس عالی و وکیلان شهری و نایبی سپارش داده بودند. اما فعالیت این کمیسی‌ها نظررس نبوده آنها به نام وجود دارند. از این رو برابر دستگاه اجرایی پرزیدنت سپارش داده می شود که جهت برآمدن فعالیت ثمرناک کمیسی‌های ذکر شده چاره‌جویی کرده از نتیجه‌اش هر 3 ماه برابر دولت گزارش پیشنهاد نماید. یعنی این کمیسی‌ها اعضای حکومت، وکیلان مردمی، وکیلان شهری، وکیلان نایبی و دیگر رهبران ساختارهای مقامات‌های جمهوری همراه یکجا شده وابسته میشوند دایر تمامی در همون میکرونا که باید میکنن تمامی حیات زندگی فعالیت مردم کار میبرند، کمک میرسانند، دستگیری میکنند، کارهای آبادانی و همه چیز دیگر. همه ما وظیفه داریم که پایتخت کشورمان را همچون مرکزی سیاسی و ماموری و علم و فرهنگ آباد و زیبا گردانیم. با مردم فرهنگ شهرداری را ترغیب نماییم.
камбудиҳои ҷойдоштаро сари вақт ислоҳ намоем ва қалби Тоҷикистон Душанбеи азизро маҳбуби ҳар як соҳибватан ва соҳибдавлат гардонем. ҳамдиёрони муҳтарам, шумораи расмии аҳолии шаҳри Душанбе моҳи январи соли 2017 ба 810 000 нафар расид, ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 1991 226 000 нафар ё қариб 39% зиёд мебошад. имрӯз дар шаҳри Душанбе 24 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ фаъолият дорад, ки дар онҳо 104 000 нафар таҳсил мекунанд. инчунин дар шаҳр 24 муассисаи таҳсилоти ибтидоии миёнаи касбӣ бо фарогирии 22 000 нафар касб омӯзон фаъолият менамоянд. гарчанде шумораи муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии миёна ва олии касбӣ инчунин хонандагону донишҷони онҳо ба маротиб зиёд шудааст, вале ташаббускорӣ аз тарафи ҷавонони шаҳр кам ба назар мерасад. ҳолонки ин нерӯи тавоно метавонад дар зебогардидани кӯчаву хиёбонҳо ва ободии пойтахт, инчунин дар боло рафтани фарҳанги шаҳрдорӣ саҳми басо арзишманд гузорад. масъалаи солимии ҷомеа, баргузор намудани чорабиниҳои варзишӣ ва ҷалби аҳолии шаҳр ба варзиш низ беҳбудиро талаб менамояд. бо вуҷуди он ки дар шаҳр толору майдонҳо ва қасрҳои варзишӣ хеле зиёд шудаанд, вале бо сабаби гарон будани маблағи иҷора дар баъзеи онҳо ягон чорабинӣ баргузор намегардад. дар шаҳраку маҳаллаҳои ҳудуди шаҳри Душанбе аз соли 2010 то соли 2016 танҳо аз ҳисоби маблағҳои бюджетӣ 56 майдончаи муосири варзишӣ сохта ба истифода дода шудааст. умуман барои машқу тамрин ва солимгардонии наврасону ҷавонон ҳоло дар шаҳри Душанбе 654 иншооти варзишии сатҳи гуногун хизмат мерасонад ва шумораи онҳо сол то сол афзуда истодааст. бо вуҷуди ин қадар дастгириҳо ҳоло ҳам ҷалби аҳолии шаҳр ба чорабиниҳои варзишӣ дар сатҳи зарурӣ баро монда нашудааст ва толору майдонҳои варзишӣ самаранок истифода бурда намешавад. аз зери кумитаи ҷавонон варзиш ва сайёҳиро зарур аст ки якҷо бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҷиҳати оммавигардонии варзиш ва ташвиқи тарзи ҳаёти солим тадбирҳои иловагӣ андешида бо ҷалби ҳамаи сарчашмаҳо, махсусан соҳибкорону тоҷирони бо нангу номус, бунёди мактабҳо ва муассисаҳои томактабӣ, толорҳо ва майдону марказҳои варзишӣ, инфрасохтори туристӣ ва фарҳангию фароғатиро вусъати бештар бахшад. махсусан сохторҳои давлатӣ, ман ки супориш додам толорҳо вай кардем, вай толорҳо барои як кормандони амонатбанк, бонки миллӣ, тоҷик стандарт, тоҷик телеком ва дигар нест. уна раиси кумитаи варзиш ва сайёҳӣ Абдуллоев барнома мекунетон, график мекунен наврасон. хоб дар ин толорҳо бо вай кунанд, бо машқу тармим машғул шаванд, бо тариқи ройгон, оное ки ҳисоби давлатӣ аст. вай ба мардум хизмат карданаш дар кор. дар ду тарафи Душанбе ка тринку роҳҳо. ҳозир мо пеши Наврӯзгоҳда супориш додам, лаби Душанбе ка хати аз ду тараф арар мешонанд дарахтҳои гулкардагӣ. ҳар як 100 метрда як снаряд тренажер мешонанд. оҳанӣ намекананд, намебаранд. бетон мекунем ки накананд. яъне барои беҳтар кардани саломатӣ бисёр ҳамин қадар дар боғи вай кардам. ҳатто гуфтам парчамдан рост намебияд. ман кардам, барои наврасо кардам дар амунҷа. аз тиризам нигоҳ мекунам чӣ қадар кӯдакҳо ҳатто саҳарӣ гоҳ соатҳои 5 пеш аз ман омада машқ мекунанд, тармим мекунанд, кам мекунанд. дар боғи Иран қариб 100 чандташ рондам. аз боло то поёнам кӯчаҳошон ки мардум сайригашт кунанд, кӯдакҳошонро биёранд, дар онҷа машқ тармим мекунанд, қоматшон рост мешавад, дарав пир намешаванд. охир ман мегардам ҳозир кӯчаҳо дар Наврӯз шудааст. дирӯз баромадам, ма мардими мо варзиша умуман кам аҳамият метиҳем. мо мусобиқаи фақат ҳамин оши наҳору қурутову шакаров ҳамин дарафтем.
محترم نمایندگان ساکنان شهر دوشنبه، تحلیل وزیر رعایت قانونگذاری در شهر دوشنبه نشان می‌دهد که در این سمت تا حال کمبودی‌های جدی جای دارند. جنایتکاری در حدود شهر نسبت به دیگر شهر نایا به مراتب زیاد باقی می‌ماند و چنین وضع باعث تشویش و نگرانی می‌باشد. سال 2016 در حدود شهر دوشنبه قریب 4800 جنایت به قید گرفته شده است که در مقایسه با سالهای 2007 2010 قریب 30% زیاد میباشد. سالهای 2007 و 2010 میدونید چی وضعیت بود؟ حاضر شماره جنایت از اون سالها هم بیشتر. در 5 سال اخیر نیز صادرشوی جنایت‌های وزین 30% زیاد شده است. جنایت‌های کشتار، رازنی، قصداً رسانیدن ضرر وزین جسمانی کم نشده این حالت نگران کننده باقی میماند. صادر گردیدن جنایت از جانب بعضی نورسان و جوانان تشویش آور بوده، دقت مخصوص مقامات حفظ حقوق پدر و مادران و اهل جامعه را طلب می‌کند. باعث تأسف است که صادرشوی این نمود جنایت‌ها سال به سال زیاد گردیده، چاره‌های اندیشیده مقامات حفظ حقوق برای پیشگیری نمودن آنها ثمراناک نیستند. جنایت دزدی قریب 29% شماره عمومی جنایت‌های در 10 سال آخر به قید گرفته شده را تشکیل می‌دهد. مسئله دیگری که آرامی جامعه را خلل نموده باعث ناراحتی مردم گشته است، اوباشی می‌باشد. اگر سال 2016 این نمود جنایت در مقایسه با 3 سال پیشین کمتر شده است، ولی این حالت نباید باعث خاطر جمعی مقامات حفظ حقوق شهر گردد. در 10 سال آخر در شهر دوشنبه قریب 3000 جنایت اوباشی به قید گرفته شده است که از 4-3% آن را جوانان و نابالغان صادر نمودند. عائله‌ای که فرزندانش اکستریمیست و تروریست یا اوباش می شود، حقوق معنوی ساکن پایتخت بودن را ندارد، زیرا چنین عائله با آبروی ملت و دولت اسناد می‌آورد. طبق تحلیلات جنایتکاری در شهر با شکل و اصول‌های گوناگون صورت گرفته، در صادر نمودن آنها حتی بعضی مکتب بچه‌ها نیز دست می‌زنند. حادثه‌های مناقشه در مکتب‌ها بین مکتب‌ها و محله‌ها نیز دلیل زیاد گشتن این نمود جنایتکاری در شهر دوشنبه می‌باشد. مناقشه‌ها بین خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی و نورسان و جوانان در بسیار موردها با زدوخوردهای گروهی، دغلانه و ویران کردن ترتیبات جمعیتی و حتی هلاکت آدمان انجام می‌یابد. حادثه آغاز سال 2017 نشان داد که تا به حال تدبیرهای در این سمت اندیشیده شده مؤثر نیستند. از شماره عمومی نابالغانی که وقتهای آخر جنایت صادر نمودند، 69 نفر ساکنان شهر دوشنبه و 52 نفر از مناطق دیگری کشور میباشند. 28 نفر این نابالغان خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی بودند. 98 نفر دیگر در هیچ کجا تحصیل نمی‌کنند. کجا از پدر و مادر چی امید داره نزد فرزند؟ چی می‌شود؟ علنه دیگری که در مکتب‌های شهر مشاهده می‌گردد به نام سرکرده‌های میباشند یا اینکه لیدرهای میباشند که با جای خواندن با اوباشی، زورآوری و شکنجه دادن خوانندگان مکتب‌های دیگر مشغولند. وزارت معارف و این ریاست معارف شهر و شعبه‌های معارف ناحیه‌ها اینچنین ریاست و بخش‌های کار با نابالغان مقامات کارهای داخلی و کمیسی‌های کار با نابالغان در نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و ناحیه‌ها به این کمبودی‌ها اعتبار نداده، نظارت مکتب‌ها را فراموش کردند و تشبثکار نیستند. وارد کردن تغییرات به قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند و دیگر سندهای معیار حقوقی داخلدار دایر به وزین‌تر نمودن جزای جریمه بندی پدر و مادر. من خوب در یاد دارم در یکی از جمع‌آمدها مردم پایتخت در کاخ وحدت ملاقات داشتم، از همین کمفولیاش قمار شده بودن، لباس کمفولیاش همین مردم شهر در همون ملاقات وای کردن که جناب یاری کجا بریم؟ وقتش نه این خیلی بود خانواده میترسیم میشتیم
حاضر کوچه بر آمدن نتونیم، باغ رفتن نتونیم، یگان جا گواه کردن نتونیم، میزنن مست است، چیکار کنن دیگر یک کس رای نمیکنن. بعد اونجا من یک فرمان قبول کرده بودم از حدودی قسمای حربی بر آمدن با لباسهای نظامی و یراق اصلیه و تکنیک حربی رو قطعا من داشتم و در شهر گشتم با لباسی وای. حاضر شد. اگر بسیار وای باشد گیرتان وای تربیت کنین، جای وای داریم که مکتبای مخصوص برای فرزندان دشوار تربیت. دیگه شرط ترتیبات باشه. عامل دیگر بیهوده گذراندن وقت در مرکزهای کامپیوتری است. نوسان جوانان با جای گرفتن معلوماتی ضروری در این مرکزها بیشتر فیلم‌های دارای مضمون زورآوری را تماشا کرده، این مؤسسه‌ها از نظارت مقامات حفظ حقوق پدر و مادران و مسئولان ساحه معارف دور مانده. سنجش‌های گذراننده این مقامات پروکراتور در مرکزهای دلخوشی، اینترنت کافه‌ها و دیگر جایهای جمعیتی نشان می‌دهد که در 5 سال اخیر قریب 14,000 نفر نابالغان با بیهوده‌گردی و دیگر کارهای بیفایده مشغولند. دایر به این حالت‌ها پرونده‌های مأموری و جنایتی از جمله نسبت به والدین نابالغان برای مانع شدن به گرفتن تحصیل ابتدایی آغاز کرده شدند. در پیشگیری این جنایت‌ها همکاری بین مقامات حفظ حقوق با مؤسسه‌های تعلیمی و شورای پدر و مادران نهایت مهمی باشد. موافق تحلیل‌های اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیون صادرشوی جنایت‌های خصوصیت کروپسیونی داشته نیست در مقیاس شهر دوشنبه زیاد بوده و از این مبارزه با کروپسیون نگران کننده باقی میماند. از جمله در تشکیلات و مؤسسه‌های بودجتی و دیگر سوبیکت‌های خواجگی‌داری دولتی شهر دوشنبه و نایای آن از جانب اگنتی در 10 سال 800 تفتیش و سنجش‌های مالیوی گذرانیده با مبلغ عمومی 159 میلیون سوم ضرر مالیوی آشکار کرده شده است. طوری تحلیلان نشان می‌دهند استفاده غیرقانونی مبلغ‌ها اساساً در سمت اجرای کارهای ساختمان آشکار گردیدند. مثالی روشن تفتیش فعالیت مالیوی خواجگی ریاست ساختمانی اساسی شهر می‌باشد. در دوره تفتیش از طرف 17 پودرچی در 18 انشاءات با مبلغ 677 میلیون سومانی کارهای ساختمان انجام داده شده، سنجش ضرر مالیوی را با مبلغ 55 میلیون سومانی آشکار نمود. 5 مکتب در رفت تفتیش سنجش‌های مالیوی همگی 82.6 میلیون سومانی به دولت برقرار کرده شده است که 50.7% ضرر آشکار گردیده را تشکیل می‌دهد. تفتیش تشکل و اجرای بودجتی شهر دوشنبه و نهایی آن نشان داد که در این سمت کمبودی و نارسایی جدی از جمله خراجات غیرقانونی، کم‌آمد و تصرف واسطه‌های پولی و مالی، اضافه نویسی در کارهای تعمیر ساختمان و رویپوشکنی انداز و پرداخت‌های حتمی جای دارد. چنانچه در ریاست ساختمان از نوسازی و تعمیر اساسی و جاری راه‌ها و کپرک‌های حدود شهر دوشنبه برای انجام دادن کار و خدمت‌رسانی‌ها در 52 انشاءات 381 میلیون سومانی مبلغ‌زاری کرده شده است. ولی تفتیش حجم کارهای اجرا نموده 16 پودرچی در 17 انشاءات که در مجموع مبلغ 207 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد، بر زیاد نشان دادن ارزش کارها را از حساب نادرست استفاده بردن معیارهای ساختمان با مبلغ قریب 2 میلیون سومانی معین کرد. در 39 تشکیلات و مؤسسه‌های شهر دوشنبه ضرر مالیوی به مبلغ 14 میلیون سومانی آشکار گردید که آن اساساً از حساب اضافه نویسی در کارهای تعمیر و ساختمان 2.5 میلیون سومانی و مبلغ کم حساب گردیده اندازها بیش از 3 میلیون سومانی به عمل آمده است. تفتیش فعالیت مالیوی خواجگی‌داری یک قطار کارخانه و مؤسسه‌های دولتی شهر نشان داد که در این سمت نیز کمبودی‌های جدی جای دارد. از جمله سنجش در انشاءات مرکز تندرستی استقلال ضرر مالیوی را از حساب اضافه نویسی حجم کارهای ساختمان و تصرف مبلغ‌های بودجتی در حجم مخصوصاً کلان 52.6 میلیون سومانی آشکار. 52 میلیون 5 مکتب. یعنی انشاءاتی که ما زنده باد میکنیم، من رفتم دیدم
محصولات ساختمانی استفاده شونده خیلی پاسیفات هستند. اونجا خیلی با حاضر کار کردن در کار که چیگم حجمی و فایده‌ناکی ثمره‌ناکی همون انشاءات خیلی خوب برای ماندن ممکن است. لیکن کردن آدمانی بلندپایه کردن رهبریت اکس شهر مبلغ ضرری مالیوی هنگام بنیاد اولین بینای بلندآشانه پایتخت دوشنبه پلازا رسانیده شده 40 میلیون سومانی را تشکیل داده است. وقتی که من در اومدم پارکتا کاغذیان بعد پرسیدم کی کرده است؟ های عذر در محبس هست اون آدم چیز خواستن آب و رنگی سیاسی تیان پارکت از کشتای آورده است پارکت کاغذی حجت ده 5 برابر و قیمت نشان دادگی از زمین حساب 4-5 میلیون وقت است. های یک نمودی متریال ساختمانی. از جانب اگنتی در شهر دوشنبه قریب 2,500 جنایت‌های کروپسیونی اقتصادی خصوصیت کروپسیونی داشته و جنایت‌های با انداز علاقمند آشکار کرده شده است که مبلغ عمومی ضرری از این جنایت‌ها آشکار گردیده 434 میلیون سومانی را تشکیل می‌نماید. در شهر دوشنبه صادر گردیدن جنایت‌های علاقمند با معاملات غیرقانونی مواد نشه‌آور تشویش‌آور می‌باشد. درباره خطر این عامل من بارها تاکید نموده بودم. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که از سال 2007 تا سال 2016 در کشور 8373 جنایت وابسته به معاملات غیرقانونی مواد نشه‌آور به قید گرفته شده است که از این شماره 2963 جنایت یا 35.4% آن در شهر دوشنبه صادر گردیده است. همه سال قریب 31 جنایت‌های با معاملات غیرقانونی مواد مخدر علاقمند در شهر دوشنبه صادر می شود و 38% نشأ جلابان ساکنان شهر دوشنبه می باشد. زیاده از 58% ماده‌های فلج کننده عصب که در مملکت آشکار کرده شده است نیز به شهر دوشنبه راست می‌آید. در شهر دوشنبه شماره شخصان نشه‌مند نیز نسبت به ولایت‌های ختلان و سوخت متناسباً 4.5 و 5.5 برابر زیاد است. همه این حالت‌ها وادار می‌نمایند که مبارزه در این سمت به طور قطعی تقویت بخشیده شود. هر شب در شهر دوشنبه 40 کیلو، 80 کیلو، 60 کیلو مواد مخدر دست گرفت. هر شبانه روز. هزارها دانه تبلت‌های ماده‌های پسیخوتروپی سینتتیکی. من اندیشه‌های خود را درباره خطر اکستریمیسم و تروریسم بارها اظهار داشتم. ولی تحلیل‌ها نشان می‌دهند که در این سمت در شهر دوشنبه کمبودی‌های زیاد جای دارد. سال‌های 2012 2017 148 نفر ساکنان شهر دوشنبه به صف تشکیلات‌های افراطی شامل گردیدند که 11 نفر آنها را دانشجویان تشکیل می‌دهند. از شماره عمومی شخصان ذکر شده 16 نفر آنها سال 2016 به صف گروه‌های اکستریمیستی و تروریستی شامل شدند. بعضی محله و شهرک‌های شهر دوشنبه وابسته به مسئله مذکور آسیب پذیر محسوب می‌یابند. تا حال 110 نفر ساکنان شهر دوشنبه در خارج مملکت غیر قانونی به تحصیل دینی شدند. در همینجا معنا درست فهمیدم. وقتی که قانون درباره تنظیم رسم و اینا است دایر به ازدواج کردن قبول کردیم گپ درباره خویشاوندان نزدیک می رود و معین شدند. با خویشان خویشگوی همین تاجیکستان هم ما ورق زنیم با یک دیگر میریم با هم پیوست میشیم یا نه؟ خویشاوندان نزدیک تیب میگوید با کیا درست نیست. همون هم حاضر خوب شده است. بسیار جوانان میروند از سنجش میگذارند. ولی برای چی نه؟ آینده خودشان باید بدبخت نکنند، نسازند به دست خودشان.
ما هر سال 40-50 نفر با دانشکده و دانشگاه‌های با نفوذ کشورهای اسلامی ما به خواندن روان میکنیم از طرف دولت. لیکن آنهایی که رفتن غیر قانونی، پدر و مادران باید اندیشه کنند برای برگرداندن آنها فعالیت رهبران مقامات محلی، حاکمیت دولتی و محله و شهرک‌ها. اینچنین پدر و مادران باید پرزور کرده شد. حاضرین گرامی، چنانکه از تحلیل را برمیآید در شهر دوشنبه پرابلم و مشکلات و مسائل مبرم و حل طلب خیلی زیادند. با مقصد حل مسائل و مشکلاتی در پایتخت جای داشته و در مهلت‌های کوتاه‌ترین برطرف نمودن کمبودی‌های ذکر شده، حالا می‌خواهم توجه شما را به دستور و سپارش‌های زیرین جلب نمایم. وزارت‌های رشد اقتصاد و سودا، مالیه، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی و رهبریت شهر دوشنبه و نایب‌های آن وظیفه‌دار کرده می‌شوند که با مقصد بهتر نمودن شرایط اقتصادی و اجتماعی اهالی پایتخت، تشکیل فعالیت باثمر ساختارهای دولتی و بخش خصوصی، بنیاد انشاءات مختلف، بهتر نمودن فعالیت سرمایه‌گذاری و تأسیس جایهای نوی کاری، برنامه رشد اقتصادی و اجتماعی پایتخت را برای دوره تا سال 2025 تهیه و پیشنهاد نمود. در سطح کنستیتوسیون کشور به شهر دوشنبه مقامی پایتخت جمهوری تاجیکستان داده شده. وضع حقوقی آن با قانون جمهوری تاجیکستان درباره استاتوس پایتخت جمهوری تاجیکستان معین گردیده است. باید گفت که قانون ذکر شده هنوز 21 سال قبل، یعنی سال 1996 قبول گردیده تا به امروز مورد تکمیل جدی قرار داده نشده است و مقررات آن به طلبات شهرداری امروزه جوابگو نبوده، به مکمل گردانی نیاز دارد. در قانون باید خصوصیت‌های خاصی اداره‌کنی پایتخت مملکت با در نظر داشت موافقت منفعت‌های ساکنان پایتخت با منفعت‌های عمومی دولتی، اساس‌های حقوقی تأمین فعالیت تشکیلی، مادی و تکنیکی، مالیوی و دیگر مسائل پایتخت به نوبت گرفته شد. بنابراین با در نظر داشت شرایط معاصر رشد پایتخت کشور و ضرورت تنظیم دخلدار وضع حقوقی آن، حکومت تاجیکستان را ضرور است که یکجا با مقامات اجرای حاکمیت دولتی شهر دوشنبه در مدت 3 ماه لایحه قانون درباره پایتخت جمهوری تاجیکستان را تهیه و پیشنهاد نمود. با مقصد بهتر کردن اداره‌کنی محلی، وضع منزل‌های اقامتی، تازه و آزاده نگاه داشتن محل‌های اهالی نشین و حل سریع مشکلات اهالی کشور، خصوصاً ساکنان پایتخت مملکت، قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره نگهداری بناهای بسیار خانگی و شرکت صاحب ملکان منزل و درباره مقامات خود فعالیت جمعیتی قبول گردیدند. اما تحلیلان نشان می‌دهد که مقررات آنها تا حال مورد تطبیق درست قرار نگرفتند. بنابراین مقامات اجرای حاکمیت دولتی شهر دوشنبه اینچنین دیگر شهر نایای کشور را ضرور است که دایر به تطبیق قانون‌های ذکر شده چاره‌های ضروری اندیشند. با در نظر داشت مقام مخصوص پایتخت مملکت، وزارت‌های مالیه، رشد اقتصاد و سودا، مقامات اجرای حاکمیت دولتی شهر دوشنبه را ضرور است که جهت سریع وقت برطرف نمودن کمبودی‌های جای داشته هرچی زودتر چاره‌جویی نموده، رشد منتظم و استوار تمام ساحه‌ها از جمله درآمد بودجه، تکمیل نظام اندازبندی، شفافیت و بلندبرداشتن ثمره‌ناکی خراجات، اینچنین نگهداری وضع متوازن بودجه را تامین نماید. همچنین هنگام گذرانیدن آزمون‌ها طلبات و مقررات را رعایت کرده، مخصوصاً روند اجرای کارهای ساختمان و رعایت صنعت بلندی معماری را تحت نظارت قرار دهد. صفت ساختمان و استفاده درستی مبلغ‌های بودجتی را به طور جدی بهتر گرداند. همزمان با این به اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا سفارش داده می شود که
санҷиши хароҷоти маблағҳои аз бюджети мамлакат ҷудо шуда, инчунин маблағҳои аз ҳисоби шаҳри Душанбе барои сохтмони объектҳо ҷудо шударо таъмин карда, аз натиҷаи он то 1 июли соли 2017 ба ҳукумати мамлакат маълумот пешниҳод намояд. дар ҷараёни идома бахшидан ба корҳои созандагии ободкорӣ ва баргузории чорабиниҳои дар пеши истода, аъзои ҳукумати мамлакат ва роҳбарони мақомоти давлатӣ вазифадоранд ки ҷиҳати тақвияти раванди рушди иқтисодию иҷтимоии кишвар дар марҳалаи нав ва татбиқи нақшаву барномаҳои амалкунанда ҳамкориро бо сохторҳои пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе тақвият дода, барои боз ҳам замонавӣ гардонидани симои шаҳр ва маданияти шаҳрдорӣ чораҳои судманд нишд. ҷиҳати ба танзим даровардани масъалаи идоракунии хонаҳои баландошона тавассути кумитаи маҳалло ба мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе супориш дода мешавад ки фаъолияти кумитаҳои маҳалларо дар ноҳияҳои пойтахт дар доираи санъатҳои танзимкунанда баромад. вазорати молия, Бонки миллии Тоҷикистон, Бонки давлатии амонатгузории Амонатбонк, бонкҳои тиҷоратӣ ва хадамоти алоқаро зарур аст ки дар сохторҳои худ дар тамоми ҳудуди кишвар пеш аз ҳама дар шаҳри Душанбе шумораи ҳарчи бештари духтарону бонувонро бо ҷойи кор таъмин намоянд. ман барои чӣ мегӯям? 10 маротиба супориш додам барои қуввати ҳозир муайян мекунам. асосан кори дар бонкҳои амонатӣ, филиалҳои бонкҳо кор кардан, ин ҷои бонуҳо аст. занҳо кор кунанд, бояд духтарҳо кор кунанд. اون بوزبالایی که هر یک داشت 2 برابر من وای دارد اون یک ساختمانی راغونده میبری یا که میره صاحب کاری و میکنه. اگر حساب کنیم ما از شهر دوشنبه همین ساختارهایی که من گفتم 90% از حسابی بانوا کنیم، کمبودی که در ساحه است، کمبودی و خیشن این چیزا نمیشود، چون که بانوان، زنها و مادران بسیار 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 با رحم و شفقت هستند. و سطح و صفت خدمت رسانی هم خودتر بهتر میشه. اینا تحت نظارت رهبری دستگاه باشد، سنجیده برای تو. من سطح حالت شنوندی جای بانوها، جای دخترها است. چقدر دخترای صاحب معلومات داریم. دیگه بی‌انصافی نکنید. مثلا رئیسای شهر نایا مرکز تطبیق لایحه آب تامین کنی شهر دوشنبه یک جا با کارخانه واحد دولتی آب و کارزی دوشنبه در سمت‌های حل پوره به آب تازه تامین نمودن اهالی شهر، برقرارسازی انشاءات و دستگاه‌های سانیتری آب تازه کنی و اصلاحات نظام مالیوی خواجگیداری کار کند. چاره‌های سودمند را عملی نماید و به فعالیت کارخانه آب و کارز شهر دوشنبه دقت جدی داده در آن هر چیز زودتر ترتیبات و نظام جاری کرده شد. با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و کمیته معماری و ساختمان ضرور است که در همبستگی با وزارت اداره داخلدار بنیاد انشاءات نوی ساختمانی را در دایره نقشه گنرالی شهر دوشنبه با در نظر داشتی رعایت طلبات صنعت معماری شهرسازی برآمده جهت حل مسائل ذکر گردیده و جلب هرچه بیشتری سرمایه‌گذاران وطنی و خارجی از تمام امکانات‌ها استفاده نماید. کمیته معماری و ساختمان را ضرور است که در حدود شهر در تمام انشاءات بنیاد شونده صفت کارهای ساختمان را همطرفه آموخته باشد. رهبری شهر دوشنبه یکجا با انستیتوی لایحه کشی و دیرکسیون ساختمان انشاءات حکومت دستگاه اجرایی پرزیدنت و کمیته معماری و ساختمان با در نظر داشت خصوصیت‌های شهر، صنعت بلند معماری و تشکیل انفراستراکچور اجتماعی، تشکیل شهرک‌های علاید در حدود شهر و دیگر معیارهای معاصر شهرسازی نقشه گنرالی شهر را تحلیل کرده دایر به اجرای کارها با حکومت جمهوری تاجیکستان حسابات پیشنهاد نماید. همچنین مسئولین شهرداری یکجا با کمیته معماری و ساختمان هنگام ساختمان بناهای بلندآشانه استقامتی بنیاد انفراستراکچور ضروری با مانند میدانچه بازی کودکان، باغچه بچگانه، مکتب، درمانگاه، توقفگاه و شبکه آب و کاریز را
بنقشه گیرند. اکثر میدان‌های برای بازی کودکان در بین خانه‌های بسیار روشنه شهر تعیین شده با مقصد بنیاد بناهای بلند آشانه به شرکت‌های خصوصی ساختمانی فروخته شده. به حل مسئله کم کردن تلفات نیروی برق و ثمراناک استفاده بردن آن، پرداخت سری وقتی مبلغ برقی استفاده شده در اساس همکاری دولت با بخش خصوصی، بهتر نمودن خدمات رسانی نقلاتی و کمونالی و منزلی توجهی مخصوص داده شد. وابسته به بلند برداشتن مدنیت شهرنشینی، ساکنان پایتخت، نگهداری محیط زیست و تأمین زیبایی و تازگی خانه‌های بلند آشانه استقامتی تدبیرهای ضروری عملی کرده شد. اینچنین وزارت نقلیات، کمیته حفظ محیط زیست، دیگر وزارت اداره و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه وظیفه‌دار کرده می‌شوند که جهت کمبودیزارکنی راه‌های ماشینگرد و تازه آزاده نگاه داشتن حدود آنها از تمام امکانیت‌ها استفاده نمایند. راهبران همه ساختار و مقامات دولتی وظیفه دارند که تعمیر و ترمیم و حالت خوبی استفاده بری و زیبایی انشاءات و بناهای علاوگی معمولی تحت اداره کنی خود را که در حدود شهر دوشنبه جایگیرند در مهلت 1 سال تأمین سازند و برای کمبودیزار کنی تازه آزاده نگاه داشتن گرد اطراف و دیگر کارهای آبادانی در پایتخت سهمی ارزشمند و وطن دوستانه گذارند. ما حساب کرده برآمدیم در پایتخت 320 انشاءات امارات انشاءات‌های جمهوریوی هستند. وزارت اداره و دیگر غیر مکتب‌ها و مؤسسه‌های تندرستی دیگر. اینا گیریم قریب 70% پایتخت امارات‌های وی هستند. اگر ما همین آباد و زیبا گردیم نیست میشه تازه آزاده و زیبا میگردد. و هم برای چی با فعالان شهر، تمام اعضای حکومت و راهبران ساختار و مقامات نزد پرزیدنت و ساختارهای جمهوری را دعوت کردم که من بعد پرابلم های شهر، نه اینکه پرابلم های شهر مقامات حکومتی شهر دوشنبه است، این پرابلم های حکومت جمهوری اسلامی است. در یک جایگی کار کردن در کار بسیار پرابلم و مشکلات تیز حل کردن ممکن. نگوییم که این از شهر است، این حکومت است، این وی است، اینا دور کردن در کار. وزارت انرژی و ذخیره آب، شرکت برق تاجیک و کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی دایر به تجدید نظام تامینات برق شهر دوشنبه لایحه سرمایه‌گذاری را تهیه کرده، حالتی از نوسازی خطای مهندسی از جمله آب و کاریز، گردگی، خطای برق و ساختمان زیرساخت‌های برقی را تحت نظارت قطعی قرار دهند. اینچنین ساختمان زیرساخت نوی 220 کیلووات مؤسسه برق و گردگی شهر دوشنبه، تعمیر از نوسازی بنگاه، پایگاه‌های گرمی رسانی و کانال‌هایی که در توازن ساختارهای جمهوری قرار دارند هر چیز زودتر عملی کرده شد. مسئله در مهلت‌های مقرر شده و با سطح و صفت بین المللی انجام دادن کارهای تعمیر و تجدید راه‌های داخلی شهری زیر نظارت قطعی قرار داده، کارهای راهسازی در 2 بخش برآورده شد. راه را من گشته می‌بینم. 1 کیلومتر راه را به اجازت من قبول نمی‌کنیم. زیاده از 2000 کیلومتر در مملکت ما را ساختیم. بسیارش من خودم می‌رفتم می‌بینم. هستند در اونجا بعضا کمبودی هم هست، لیکن مثل شهر دوشنبه نیست. مقامات اجرایی حاکمیتی دولتی شهر دوشنبه را ضرورت است که با جلب سرمایه داخلی و خارجی برای بلند برداشتن سطح و صفت خدمات نقلاتی، دریافت راه‌های تنظیم و با ترتیب در آوردن فعالیت نقلات مسافرکشانی و برطرف نمودن تنبشوی زیادی واسطه‌های نقلات همه چاره‌های ضروری را عملی نماید. برای حل مسئله و تنظیم در آوردن فعالیت مسافرکشانی در شهر دوشنبه ضرور است که در زمینه همکاری دولت با بخش خصوصی و مناسبت‌های بازاری نقش خدمت‌رسانی خصوصی را تقویت بخشیده، رعایت طلبات معیاری نسبت به صفت خدمت‌رسانی تأمین سازد. جهتی به معیارهای شهرداری مطابق نمودن انفراستراکچور ساحه اجتماعی پایتخت با آبادانی 2 کناری راه‌های داخلی شهرک و محلا، ساختمان پل‌ها و گذرگاه‌های زیرزمینی در جاهای سیر آدم
آباد و زیبا گردانیدن میدانچه‌های ورزشی کودکانه و جایهای استراحتی برای کلانسالان صورت بخشیده شد. با کمیته جوانان ورزش و سیاحت سپارش داده می شود که جهت مساعدت و گسترش طرز حیات سالم و مقصدناک برای ماندن فعالیت مؤسسه و مرکزهای ورزشی اینچنین تنظیم نرخ خدمت‌رسانی برای نورسان و جوانان چاره‌جویی نمود. حکومت مملکت جهت خریداری نمودن تکنیکا و تجهیزات حاضر زمان برای ساختارهای کمونالی ناحیه‌های شهر دوشنبه و جدا کردن واحدهای کاری علاوگی معاونان رئیس شهر دوشنبه و ناحیه‌های آن عاید به کارهای کبودگذارکنی و آبادانی تدبیرهای علاوگی اندیش. در درآمدگاه‌های شهر دوشنبه در زمینه همکاری دولت و بخش خصوصی توقفگاه‌های کشاده اتومبیلی برای مسافرکشانی به سمت‌های گوناگون شهر و ناحیه‌های مملکت ساخته به استفاده داده شد. بانک ملی، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی و مقامات اجرای حاکمیت دولتی پایتخت را ضرور است که تدبیرها را در سمت بهبود فضای سرمایه‌گذاری، دستگیری سوبیکت‌های سهام‌کاری از جمله عاید به دسترسی به قرض‌های امتیازات راه‌اندازی نماید. مقامات اجرای حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و ناحیه‌های پایتخت وظیفه دارند که فعالیت بازارهای منسوب به مالکیت دولتی، بازارهای خصوصی، مرکزهای سودای زمانوی را در سمت تأمین اهالی شهر با محصولات خوش‌صفت استعماری، مالهای صنعتی و ساختمان و قسم‌های احتیاطی، اینچنین ترتیب و نظام نرخ نوا، رعایت شکل یگانه لباس، آداب معاشرتی فروشنده، قاعده‌های سانیتری و گیگینی و ضد سوختاری را به ترتیب و تنظیم درآورند و مسائل ذکر شده را قطعی نظارت نمایند. با مقامات اجرای حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و ناحیه‌های آن سپارش داده می‌شود که حالت خدمت‌رسانی در آشخانه و نقطه‌های خوراک عمومی آماده کننده طعام‌های ملی را به ترتیب درآورده با مسئله رعایت معیارهای تازگی و سانیتری، صفت محصولات خوراک و صنعت برند خوراکپزی و خدمت‌رسانی دقت اولین درجه دهند. مقامات اجرای حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و مقامات دخلدار دیگر را ضرور است که در نقشه گنرالی شهر برای تشکیل مرکزهای سودایی با استانداردهای بین‌المللی جوابگو تغییرات ضروری وارد نموده برای به تنظیم درآوردن بازارهای نوبنیاد و رعایت معیارهای ضروری هنگام تشکیل آنها چاره‌جویی نمود. بازارها را چیکار میکنید؟ کار شما، لیکن نرخ نظارت میکنید. نمیگذارید تا که اسپکولانت‌ها در بازار دوشنبه نرخ نوا را بلند بردارند. محصولات ما داریم. بیش از 1 میلیون تن محصولات مواد غذایی، میوه، سبزیجات ما صادرات شده است. نرخ ارزان. در دوشنبه 40 درم سبزی را از ناحیه جیهون میارد، 2.5 سومان 2 سومان در بازار دوشنبه. چی خراجات کرده است؟ از کجا؟ خیلی ساختارهای داخل دار کی نظارت میکنه؟ میانش در نکده است. اونایی که در بازار میشینند و این نه دهقان است نه کلخوزچی، نصیبت از چای کردگی است. تحت نظارت قطعی میگیریم. بازارها تاجیک مطلوبات دیگر ساختاری که است در یک جایی تامین میکنه دائما محصولات بلندی خوش‌صفت قطعی. با گوشت تامین کردن دیگر پرابلم نیست. گوشت ما زیادی بر زیاد داریم. دیگر از خارجی کشور گوشت وارد نمیشد. بعضی آشخانه‌ها دیگر اگر وای نکنن دیگر نیست. ما گوشت با صفت داریم. همه چی، هم گوشت پرنده، هم گوشت که پاریزی است، هم گوشت گوسفند، گوشت گاو دیگر وای بینیاد. خودمون تامین کرده ایستادیم. صادرات هم شده ایستاده است. تامین کنیم شهروندان پایتخت. با سطح درجه بلند تامین کنیم. یک پرازدیک شود تمام طرز کار یگان پرابلم نیست. پرابلم فقط راهبرای بازارات است. خودشان میکنن، کار نمیکنن. کار نمیکنن. هیچ وقت خراجات زیادی در کار نیست. میره ناحیه خراسان سه بار کردی، گرفتی آوردی، خراجات شماندی، با برعکس پول کار میکنی. حساب پولت بازارت تعمیر میکنی. جای کاری میشه باز. نرخ بالا نمیرود.
نمیکنن. برعکس کارشان نالوگ جمع کردن، نالوگی کیسه. برای همین فروشنده باید بالا میبردن. نظارتی قطعی میگیریتون. ریاستی سودای شهر از کسی وای باشد، شخصی باشد که دست جنیت پاک داشته باشد، پاک وجدان باشد. همین قدر محصولاتی هست باور میکنید من میرم شهر نویا یک تشکیلاتچی در کار او قدر بازار و سودا و مرکزهای وای نداره. هم ارزان هم با صفت تامین کردن ممکن. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر، وزارت اداره و همه کارخانه‌ها و مؤسسه‌ها را ضرور است که از جهت گذراندن چهاربینی‌های اولین درجه عاید به تازه نمودن و به پرتوهای عمومی شهری برآوردن پرتوهای استعماری و استحصالی، به ضررگردانی، درست برآمدن نظام جمع‌آوری و گروه‌بندی آن تدبیرهای علاوه‌ای اندیش. وزارت‌های مالی و علم، مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، رشد اقتصاد و سودا، مالیه، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی یکجا با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه جهت تشکیل بازآموزی جوانان و کلانسالان، تعمیر بناهای تعلیمی و با تجهیزات معاصر، تامین نمودن صیفخانه‌های فنی چاره‌های مشخص اندیش. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر، وزارت فرهنگ، کمیته عاید به کارهای دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ملی و کمیته تلویزیون و رادیو جهت بلند برداشتن سطح معرفتناکی ساکنان شهر در سمت برگزاری چهاربینی‌های فرهنگی و فراغتی و بلند برداشتن هویت ملی، جهانبینی و خودشناسی و رعایت عنعنه‌های ملی، کارهای ترغیباتی و تشویقاتی و تربیوی را جانانه نمایند. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه را ضرور است که در اساس طلبات ماده 5 قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها در جمهوری تاجیکستان نظامنامه نوی کمیسی‌های دائمی را تهیه و تصویب کرده نظارت را در این سمت پرزور نماید. پروکراتورای گنرالی، وزارت کارهای داخلی، کمیته عاید به کارهای دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ملی و دیگر ساختار و مقامات دخلدار برای برطرف کردن کمبودی‌ها در این سمت با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه همکاری زیست را براه ماند. با مقصد در سطح ضروری برای ماندن انتظام مالیوی با پروکراتورای گنرالی، اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیون، پالات حساب و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه سپارش داده می شود که نظارت را در مؤسسه و کارخانه‌ها و تشکیلات‌های حدود پایتخت جهت در سطح معیارهای معاصر برای ماندن فعالیت حسابداری مالیوی، شفافیت برگزاری آزمون‌ها برای ساختمان انشاءات و درآمد و خراجات بودجه، پیشگیری تصرف مبلغ‌های بودجتی و غیر مقصدناک استفاده نمودن آنها مخصوصاً در انشاءات کلان ساخته شونده بازم پرزور نماید. پروکراتورای گنرالی، وزارت کارهای داخلی، کمیته دولتی امنیت ملی، اگنتی نظارت مواد نشه‌آور، اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیون، مبارزه با جنایتکاری، بخش حالت‌های خصوصیتی کروپسیونی داشته، جنایت‌های با اکستریمیسم و تروریسم علاقمند، معاملات غیرقانونی مواد مخدر و دیگر حالت‌ها را در شهر دوشنبه تقویت بخشیده از نتیجه کارها با حکومت مملکت منتظم معلومات پیشنهاد نمود. همدیاران عزیز، ملت صاحب فرهنگ تاجیک با آیین‌های دیرینه شهرسازی و شهرداری و بنیاد مرکزهای بزرگی علمی و فرهنگی شهرت عالمگیر یافته است. امروز شهر دوشنبه همچون پایتخت دولت صاحب استقلال تاجیکستان و مرکز علم و فرهنگ ملت کهن‌بنیاد تاجیک باعث افتخار خرد و بزرگ مملکت می باشد و برد و باخت آن نه تنها به ساکنان پایتخت بلکه به کل مردم کشور تعلق دارد. محض برای همین من دائم تاکید می نمایم که پایتخت سیما و آینه دولت و ملت بوده، رفع کمبودی و مشکلات موجوده و به جهانیان به طور ارزنده معرفی کردن آن وظیفه نه فقط مقامات شهرداری بلکه تمام ساختار و مقامات دولتی، همه خدمتچیان دولتی
و شهروندان تاجیکستان می باشد. در رابطه با این رهبران و کارمندان همه مقامات و ساختارهای دولتی و غیر حکومتی، دانشجویان و هر یک ساکنی شهر دوشنبه در خاطر داشته باشند که پایتخت مملکت همچون مرکز بزرگ معنویات، علم و معرفت و خدمت رسانی باید دارای شرایط خوبی انفراساختاری، بناهای معماری و استقامتی با صنعت بلند معماری بنیاد گردیده، مکان آبادانی و سبزکاری، تازگی و زیبایی و آداب بلندی معاشرت باشد. اجرای این وظیفه ها و رعایت مدنیت شهرداری پیش از همه اثر یک امام دانش و معرفت بلندی انسانی را طلب می کند. در برابر این در خاطر باید داشت که مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه جزئی ترکیبی نظام اداره کنی مأموری و دولتی مملکت به شمار رفته باید فعالیت خود را در دایره تطبیق سیاست یگانه دولتی برآورد. در این زمینه رهبران و متخصصان شهر، وکیلان و خدمتچیان دولتی، واحدهای ساختاری دستگاه شهر و نایه‌های آن وظیفه دارند که با رعایت طلبات کودکس آداب خدمتچی دولتی و با دست و دل و نیت پاک منفعت‌های دولت و ملت را از همه بالا گذاشته وظیفه‌های امروز بیان شده را در سطح بلندی کسبی اجرا نمایند. ما به خاطر باز هم بهتر نمودن فعالیت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه با کادرهای جوان و امیدبخش برای تعیین به منصب‌های دولتی رضایت داد. این سال ما برگزاری یکصد چهاربینی‌های مهم را به نقشه گرفته ایم که اکثر آنها در پایتخت کشور برگزار کرده میشود. از جمله ضرور است که برای در سطح بلند تشکیلی و آمادگی و سزاوار استقبال گرفتن یکی از جشن‌های مقدس و باستانی ملی همان جشن نوروز بین المللی در تمام شهر نایا از جمله در پایتخت مملکت چاره‌های داخلدار اندیشیده شد. در رابطه با این من به کل مردم شریف کشور و ساکنان صاحب معرفت پایتخت مراجعت می‌نمایم که هر روز را برای تازه آزاد کردن منزل و کاشانه خود، کوچه و محله‌های زیست آباد و زیبا و آزاد گردانیدن کشور محبوبمان و شهر عزیزمان باز هم بهتر نمودن شرایط زندگی مردممان و تربیت فرزندانمان ثمرناک استفاده بریم. اطمینان کامل دارم که ساکنان پایتخت در این امر خیر پیشصف و نمونه عبرت خواهند بود. در فرجام بار دیگر با اطمینان اظهار می‌دارم که ما و شما در دوره‌های برای کشورمان وزین از عهده برطرف نمودن بسیار مشکلات و نارسایی‌ها برآمده کوشش می‌کنیم که شهر دوشنبه همچون مرکز دولتی صاحب استقلال تاجیکان رسالت خویش را در بابت رشد سمت‌های مختلف حیات مملکت من بعد نیز موفقانه اجرا نماید. اگر ما دولت صاحب استقلال و آزاد خود را دوست داریم در نوبت اول باید پایتخت آن را آباد و پیشرفته گردانیم. برای رشد آن از تمام امکانات و ذخیره‌های موجوده استفاده بریم و اثبات کنیم که واقعاً ملت تمدن ساز و فرهنگی، آبادگر و شهرساز و شهرنشین و شهردار است. باور دارم که مردمی سربلند و وطندوست شهر دوشنبه علل خصوص خدمتچیان دولتی، اهل زیان و هر یک فردی با ننگ و ناموس خلق عزیزمان عنعنه‌های نیک بنیادکاری و سازندگی وطنی مقدسمان را ادامه بخشیده با سرجمی و متحدی برای پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلال و آبادانی پایتخت آن سهمی با سزای خویش را دریغ نمی‌دارند و به دستاوردهای باز هم بیشتری اجتماعی و اقتصادی سزاوار می‌گردند. برای عملی گشتن هدف و آرمان‌های نیک به ساکنان وطندوست و زحمتکرین و صاحب معرفت و صاحب فرهنگ پایتخت کشورمان برار و موفقیت آرزو می‌نمایم. به خاندان هر یکی شما هموطنان عزیز
صلح و آرامی، خوشبختی و خوشروزی و فیض و برکت میخواهم. سلامت و سربلند باشید. سلامت باشید.